اقسام توحید خواندیم. درس ما در توحید الوهیت یا عبادت بود. در ارتباط از او در کتاب توحید آمده این کلمه آیت سورة الذاریات آیت 56 شماره سوره 51 است و خود آیت 56 است. این را نقل کردگی است به خاطر از اینکه انسان ها به خاطر توحید عبادت پیدا شدند، یعنی همه عبادت ها از نگاه عقیدتی فقط برای الله بدانند. همه انواع عبادت های قلبی است یا عبادت های زبانی یا عبادت های جوارح اندام های بدن است، کلش به خاطر الله عقیده کنن و عمل بکنن. سعی کنین بسیار یک آیت زیبا را در کتابتان آوردگی است که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قول الله تعالی یعنی قولی را ما کسره خواندیم، بالجر میگه عطف علی التوحید، عطف به بالای توحید، کتاب التوحید و قول الله تعالی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و یجوز رفع علی الابتداء، رفعش هم به ابتدا صحیح است که مبتدا باشه و قول الله تعالی. خب یک گپ نحوی است، کسایی که گرامر عربی را کلام عربی را میفهمن بر از او بیان کردگی است. زیرا در درسای ما و شما هر قسم مردم میشنن، بعضی که عربی را میفهمن و هم گوش میکنن. سعی کنین که الله میفرماید در اینجا که ما انسانها را فقط به خاطر عبادت و اطاعت پیدا کردیم، به دیگه چیز پیدا نکردیم، یعنی همهش به خاطر عبادت ما پیدا شده است. یعنی در این آیت بیان عقیده توحید عبادت است. تماما سلف صالحین میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما پیدا نکردیم، الله میگه جنیات و الانس انسان ها را الا لیعبدونی، مگر فقط به خاطر ازی لیعبدونی که عبادت مرا بکنن. مفسرین سلف صالح صحابه میگن الا لیوحدونی، به خاطر که یعنی مرا تنها بدانند در عبادت، واحد بدانند در عبادت، دیگه هیچ نوع عبادت به هیچ کسی انجام ندن. یعنی کلمه لیعبدون با یوحدون تفسیر میکنن و اینمی فهم از آیت کردن. دلیل این فهم چی است که صحابه از آیت این چنین فهم کردگیستن که لیعبدون به معنای لیوحدون میدانند؟ چرا؟ به خاطر که تمام انبیا که فرستاده شدگیست به خاطر عبادت فرستاده شده، که ما در آیت بعدی هم باز میخوانیم که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یعنی تمام انبیا به خاطر توحید عبادت، مخصوصا توحید عبادت، در سه نوع توحید که ما گفتیم، توحید ربوبیت، اسماء و صفات، توحید الوهیت و عبادت، برای توحید عبادت که مردم عقیده بکنن که الله در معبود بودنش واحد است، یعنی یک خدا، یک معبود در کائنات است و همه انواع و اقسام عبادت ها برای الله مختص است. هیچ کس دیگه مستحق نیست، حقدار نیست که عبادتش شود. به می خاطر الا لیعبدونی را به معنی لیوحدون تفسیر کردن. و ما خلقت الجن والانس الا، سعی کنین کلمه خلقت جن و انس در بین ما و الا واقع شده، بعد از این کلمه عبادت الله ذکر کرده. اینجا حصر است، وقتی کلمه ما نافیه بیاد، الا استثنائیه بیاد، اینجا حصر می باشد. و حصر که است یعنی معنای ازیره میته که خلقت جنیات، پیدایش جنیات و انسان ها فقط به هدف عبادت است، یعنی هدف نهایی پیدایش از اینا عبادت است، به هیچ چیز دیگه پیدا نشده. سعی کنید در اینجا الله علت خلقت به عبادت گفته است، یعنی علت پیدایش مخلوقات به خاطر عبادت شده است. الا لیعبدون، این کلمه الا مستثناست، با زیر استثنای مفرغ میگن که مستثنا منهوش محذوف می باشد. پس الله میگه ما خلقت الجن والانس، ما پیدا نکردیم جنیات و انسان ها را. برای چی؟ لیشین برای هیچ چیز پیدا نکردیم الا لیعبدون، مگر به خاطر ازی که عبادت مرا بکنن. یعنی لام که است باز در اینجا لام تعلیلیه
تعلیل الغایه را میگن، یعنی علت نهایی خلقت انسان ها و حکمت پیدایش انسان ها و جنیات، حکمت نهاییش عبادت و اطاعت الله هست که همه انواع عبادات فقط برای الله انجام بدن. این لامی که در لیعبدون است لام تعلیل میگن. خب باز معنای تعلیل دو قسم می باشد، یعنی لام علت یا لام دلیل. یکی تعلیل غایه است، یک تعلیل علت می باشد. یعنی یکی تعلیل علتی است که یک چیزی که علت برای یک چیز است، وقتی که علت موجود میشه باید معلول هم موجود شود. اما علت غایی به معنای علت حکمت یا هدف نهایی یک چیز بیان میکند که او باز لامی که برای حکمت باشد، یعنی علت حکمت یا علت هدف باشد، بازوش ضرور نیست که و علت موجود شود، ضرور نیست که یعنی حتمی باید علت موجود شود. باز در علت غایی یا علت حکمتی ما بعدش مطلوب است، یعنی از جانب الله طلب می شود. بعضی او را انجام میتن، بعضی انجام نمیتن. سعی کنین من را کمی قسم توضیح دادم که لام برای علت حکمت یا علت هدف خلقت انسان است که اینا لیگام تو میگه که الله میگه من انسان ها و جنیات ها به هیچ چیز پیدا نکنیم مگر به خاطر عبادت. پس چرا مردم عبادت نمیکنن؟ الله به می خاطر پیدا کرد، یعنی خلقت انسان معلول پیدا شد. علتش چی بوده؟ عبادت. پس انسان ها پیدا شدن چرا عبادت نمیکنن؟ جوابش است که اینجا این لام حکمت است. یعنی با کدام چیزی که الله کسی را پیدا کنه مخالفت کردن نمیتونه، یعنی به خاطر حکمت و فایده عبادت اینا را پیدا کردیم که اینا عبادت کنن، اما بعضی عبادت میکنن و بعضی ها نمیکنن. این معنی نیست که الله از اینا اراده کرد عبادت را فقط، دیگه چیز نه. این اراده شرعی الله امی بوده که مخلوقات تنها الله را عبادت بکنن. باز بعضی هم عبادت کردن و بعضی هم نکردن. این حال اینجا هدف از عبادت، خوب کسایی که در این بخش کمی تخصصی میفهمن این گپا رو درک میکنن. هدف از پیدایش همه انسان و جنیات فقط عبادت است، خلاص. این حال عبادت چی را میگه؟ وقتی که ما شما معنای عبادت رو بفهمیم باز میفهمیم که یعنی مشکل نیست که انسان در 24 ساعت زندگی خود عبادت الله را بکنه. یعنی از این آیتی تو فهمیده میشه باید سوال میکنن که الله میگه ما انسان ها را فقط به خاطر عبادت پیدا کنیم، ما تنها نماز خوانده بریم، روزه بگیریم، دیگه هیچ کار نکنیم. یعنی از عبادت همین دو چیزا میشناسن، نماز، روزه، دیگه چیزا نه. این گپ نیست، در حالی که این معنا نیست که عبادت تنها نماز باشد. عبادت اینال بر شما توضیح میده که هر حکم و دستور الله را عملی کردن و از هر آن چیزی که الله منع کرده اجتناب بکنی در همه بخشای زندگی، چه زندگی فردی تنهایی است یا زندگی خانوادگی باشد یا زندگی اجتماعی باشد، اقتصادی سیاسی باشد، یعنی همه بخشای زندگی دستور الله اطاعت کنی در حالت عبادت می باشی. این خودش اینمی کارتا الله عبادت میشماره و اینمی را تو گفته میتونی که من عبادت الله را میکنم. عبادت این تنها نماز نیست، او یک عبادت خاص است، یک عبادت عام است که از هر دستور الله اطاعت بکنی. این حال انسان میتونه کار سیاسی بکند، کار تجارتی بکند، مزدورکاری بکند به خاطر رزق الله، در این وقت عبادت بکند. این در کارش از گناه دور شود، از ممنوعات، از منهیات، حرام ها دور شود و آنچه که حلال است، آنچه که الله از او راضی میشه و عملی بکند، در این وقت میتونه عبادت بکند. خب عبادت در لغت به معنی خضوع، عاجزی و تذلل میگه، نهایت ذلت میگه، به همراه محبت و اطاعت و رغبت، یعنی شوق و ترسیدن از گناه و نیک گمانی. این چیزای مشابه از این اعمال قلب است یا اعمال دست و پای می باشد یا اعمال فکری می باشد. تمام از اینا را عبادت گفته میشه. پس اصل عبادت نهایت ذلت گفته میشه. مثلا عرب ها میگن ذلل الشیء،
یا وقتی که یک چیز ذلیل بسازن از تکبر را دور کنن و از کلمه عبادت استعمال میکنن. مثلا رقیق عبد میگن، غلامانی. چرا عبد میگن؟ زیرا او ذلیل است، یعنی تکبر کردن نمیتونه، فرمانبردار از برای سید و مولایش میباشه. یک راهی که بسیار عرب ها بران و سایده شا کوبیده شا باز میگن طریق محبت. راهی است که یعنی بسیار ذلیل شده است، مردم رفته حتی دو یک چقوری پیدا میشه، کمی پایین میشه. پس حقیقت عبادت نهایت خضوع و ذلت میگه وقتی که با امر ازی باز محبت یک جای شود، انقیاد فرمانبرداری شود، مطلق اطاعت یک کسی را بکنی، این عبادت شرعی میشه. اینال این عبادت شرعی میگه فقط به خاطر الله باشد، مطلق اطاعت با محبت کامل و نهایت عاجزی که تا سرتان میمانی، هر دستور قبول میکنی، این فقط برای الله باشد. این عبادت شرعی گفته میشه. خب در لغت فهمیدیم که نهایت ذلت خضوع را میگه عبادت. در اصطلاح تعریف های زیادی علما کردن که در کتاب شما چند تعریف آوردگی است. یک تعریف از شیخ الاسلام ابن تیمیه را میاره برتان. قال شیخ الاسلام، هر وقتی که در کتابتان کلمه شیخ الاسلام آمد بفهمین که شیخ الاسلام اصل نامش امام، خودش امام بود، یعنی اصل نامش احمد است. امام بود یعنی مقتدا، حافظ، حفظ داشت، احادیث پیامبر زیاد ناقد یعنی نقد میکرد، یعنی حدیث ضعیف میفهم. مجتهد احمد ابن عبدالحلیم، نام پدرش عبدالحلیم است، ابن تیمیه و باز فرزند تیمیه است. الحرانی از حران است، در سال 661 پیدا شدگی است و در سال 728 دنیا رفته، یعنی عالم آخری قرن 7 و اوایل قرن 8 است. یکی از علمای بسیار بزرگ است، ماشاءالله بسیار خدمت کرده بردی. حال شما در 1443 هجری قمری استیم، نه؟ یعنی 700 سال پیش این تیر شدگی سی عالم و بسیار به دین اسلام خدمت کرده، همه بخشای دین عملی کردگی است. کدام گپای ازی که مطابق اسلام قرآن سنت باشه ما شما قبول میکنیم، اکثر گپایش الحمدلله است. یکم جای اشتباهات داره، عالم هم اشتباه میکنه، اینجا را باز ما اطاعت نمیکنیم. بعضی هم میگه که شما تنها از شیخ الاسلام ابن تیمیه امامتان است، دیگه کسی گپش قبول نداره. این گپ نیست. هر عالمی که گپش یعنی فتوایش نظرش مطابق قرآن سنت باشه ما او را قبول میکنیم. سعی کنین عبادت، شیخ الاسلام میگه که بسیار تعریف جامع کرده، میگه العبادتو هی طاعت الله بامتثال ما امر الله به على ألسنة الرسل. عبادت عبارت است اطاعت الله است، اطاعتش به امتثال یعنی به تابعداری کردن ما امر الله به، آنچه که الله امر کرده به زبان انبیا على ألسنة الرسل. یعنی عبادت را میگه که کسی اطاعت بکند تماما آن چیزی را که الله دستور دادگی به زبان انبیا. این را عبادت. وقتی که عبادت را به معنی اطاعت بگیریم، اگر نماز است او هم شامل است، روزه هم شامل است، زکات هم، حج هم شامل است، علم حاصل کردن هم شامل است، نظام اسلام تطبیق کردن، قانون اسلام، حکومت اسلامی را ایجاد کردن و اجتناب از هر گناه، اگر از شرک است از شرک دور شوی، از زنا دور شوی، از قتل ناحق، از سرقت، از غیبت، هر نوع گناه را یعنی ترک کردن، یعنی اطاعت بکنی از دستور الله. این را در یک جای شیخ الاسلام تعریف کرده، در یک جای دیگه میگه که ما طلب فعل فی الشرع، عبادت این است که طلب شود عمل کردن از در شریعت، یعنی شریعت یعنی کتاب الله سنت پیامبر رو طلب کرده باشه که این کار انجام بده و رتب ثواب علی ذلک و ثواب به این مرتب شود. اینی را عبادت گفته میشه. و یک تعریف دیگه هم کرده جامع، میگه العبادت اسم جامع لكل ما يحب الله و یرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. عبادت یک کلمه عبادت که در قرآن لیعبدونی آمده، یا ایها الناس اعبدوا ربکم یه استعمال شدگی است، یک نام است، جامع است، اسم جامع است، لكل ما يحب الله،
از برای هر آن چیزی که الله او را دوست داره و راضی می شود من الاقوال. هر کلمه و سخنی که از دهنت میبرد الله او را دوست داره اونمو را راضی میشه به او، یعنی از او کلمه‌ای که از دهنت بیرون میشود خفه نمیشه، این عبادت گفته میشه. و اعمال ظاهری که از تو بیرون میشه، نماز است، روزه است، قرآن خواندن است، علم حاصل کردن است به خاطر الله، این عبادت گفته میشه. و الباطن، اعمال باطنی که باز بعض اعمال باطنی رو براتون میگم که اعمال قلب است، مثلا ایمان است، توکل است، خوف است، رجا است. این را سعی کنید یعنی تمام حرکاتت که مطابق رضایت الله و صادر میشد، این تو حرکات انجام میدی که الله از او راضی میشه، خوش میشه، اون امور عبادت گفته میشه. این حال انسان وقتی که تعریف عبادتی تو باشه، در هر مرحله زندگیش کاری را بکند که الله از او راضی شود، بس این در حالت عبادت است. گفته میتونه که من عبادت الله را کرده هستم. خب این یک تعریف هایی که شیخ الاسلام کرده است. یک شاگرده شیخ الاسلام ابن القیم است. این هم تعریف داره و مراتب عبادت را بیان میکند. قال ابن القیم میگه در کتاب مدار ولا 15 قاعده من کملها کمل مراتب العبودیت. شیخ الاسلام میگه که شیخ الاسلام نبخشید، حافظ ابن القیم کی است؟ ما قبلا چون که کمی معرفی میکنیم میره، یم هو الامام الحافظ المجتهد، یم امام بود، حافظ احادیث، مجتهد بود. یم شمس الدین اسم لقبیش است، ابو عبدالله اسم کنیش است، محمد اصلا نامش محمد بوده. ابن ابی بکر زرعی الدمشقی یعنی از سرزمین شام یا سوریه بود. توفی سنه 751، در سال 751 هجری وفات کردگی است. مثل که گفتیم که شیخ الاسلام ابن تیمیه را در کدام سال وفات کردگی است؟ که در سال 728. این در سال 751، یعنی 20 سال فاصله است در بینشان. این شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه بود و این هم بسیار خدمت کرده و بسیار کتاب‌هایی که مطابق قرآن سنت نوشته کردگی است. بعد جایی که اگر اشتباه داره و کردگی است، او را ما اشتباه داره، طبعا هر عالم اشتباهات خودم می داشته باشه، ولی بسیار از کتاب‌های ازی ماشاءالله یا بحر علم هستن استفاده میشه و اکثر گپایشون مبتنی با دلیل است. یا این میگه که مدار عبادت با 15 قاعده میشه. کسی میگه این را تکمیل کند تا مراتب و مراحل عبودیت و عبادت تکمیل میکند. باز بسیار خوب بیان میکنم و بیان ذالک، بیان ازی میگه ای است که ان العبادت منقسمه على القلب واللسان والجوارح. عبادت تقسیم میشود به قلب و زبان و اندام ها، یعنی 3 نوع انسان عمل انجام میده. یکی عبادت های قلبی است یا اعمال قلبی است، یکی عبادت های زبان است، یکی هم عبادت های جوارح یعنی دست و پای است. مثلا در عبادت های قلبی یک مثال بتیم، مثلا اخلاص یعنی یک ایمان است، ایمان میاره الله رو با وحدانیتش قبول. دوم اخلاص، هر عمل تا فقط به خاطر الله. رغبت، شوق در عبادت می داشته باش که رغبت می ترسی از عذاب الله، خوف، ترس از انجام گناه ها و یا عذاب الله، توکل، اعتمادت فقط به الله می باش، به مخلوق نه. این نیست که اعمال قلب، انابت، رجوع کردن به الله، یعنی غیر از الله دیگه هیچ کس راجت روا نمیدانی، توبه میکنی از گناه. در انابت بسیار معناها، محبت فقط به خاطر الله می باشه، تابعداری فقط، قلب فقط از الله میگه اطاعت کن، نه دیگه که محبت یعنی محبتت با الله به درجه است که با هیچ کس نمی داشته باشه. این عمل قلب. باید مومن تا زمان مومن صحیح شده نمیتونه که از کل مخلوقات که اول الله را زیاد دوست بداره، چون که همه نعمتایی که ما شما داریم از جانب الله. امید به نعمتای الله می داشته باشید در آخرت و در دنیا، ناامید نمیشید تا وقتی که عقیدت صحیح است. استعاذه قلب، مثلا از چیزایی که مضر از پناه خواستن و پناه دهنده فقط الله را میدانیم، مشکل کشا فقط این قلبی، اینی را اعمال قلب میگه. و افعال ظاهری که است عبادت های
چی که گفتیم زبان و جوارح نه، بازی بسیار است دیگه. اندام ها مثلا دعا کردن، با زبان خود دعا میکنیم یا مشکل ما را حل کن. اولش خود حساب قلب عقیده ما است که دعا را که میشنه و قبول میکنه الله، اینا باید با زبان دعا میکنیم که الله این مشکل ما را حل کن. انواع دعا استعانت مدد که میخوایم در مشکل فقط از الله، استغاثه و فریاد میکنیم فقط الله، و فریاد رس فقط الله را بدانیم و از نگاه عقیدتی و عملا باز فریاد از الله میخوایم و یا طلب باران میکنیم از الله بخوایم، با یا ذبح میکنیم مثلا حیوان به خاطر الله به نام الله باشد و نظر میکنیم به خاطر الله، نماز میخونیم فقط به خاطر رکوع سجده ما به الله باشد. این سه که زکات است، حج است، عمره است، این کلش اعمال است، صله رحم است، علم یاد کردن است، جهاد کردن است. پس عبادت سعی کنیم تمام این چیزا را، ذکر الله است، قرآن خواندن است، این گپای خوب گفتن است، دعوت کردن است، تمامش فقط به خاطر الله انجام بده. یا به خاطر مخلوق انجام دادی باید در شرک داخل میشی. و می خاطر این در اینجا علامه ابن قیم میگه که به 15 قاعده میگه دور میخوره مدار می عبادت. کسی که را تکمیل کرد مراتب عبودیت تکمیل کردگی است. عبادت میگه تقسیم به 3 چیز میشه: قلب و زبان و اندام ها. احکام التي للعبودیه، باز احکامی که به خاطر بندگی است 5 است. این 5 نوع حکم در زندگی ما و شماست. هیچ عمل ما و شما دوستای عزیز از این 5 حکم بیرون نیست. یکی واجب است یا فرض، دوم مستحب یا سنت، سوم حرام، چهارم مکروه، پنجم مباح. سعی کنید اینمی یک حکم یک دستوری که از جانب الله است یا واجب فرض می باشه. واجب فرض چی را میگه؟ که انجام دادنش حتمی است، اگر کسی انجام نده مستحق عذاب میشه. یک مستحب سنت ای را میگه که اگر انجام میتی ثواب است، اگر نمیتی جزا نداره. همین سنت هاست، مستحبات هست. حرام چی را میگه؟ حرام اونمو عملی است که انجامش گناه کلانه، یعنی هم ممنوع است. کسی اگر او را انجام بده مستحق عذاب آتش میشه. مثلا شرک است، بزرگترین حرام است، بزرگترین گناه است. و یا قتل مسلمان است بناحق، این بزرگترین گناه است. این حرام است کشتن مسلمان بناحق. و همین قسم سرقت است و یا زنا کردن است و یا مال مردم گرفتن است، غیبت و دیگه گناه. و که مکروه بد دیده شده، مکروه را میگه که اگر کسی رو انجام بده مستحق عذاب نمیشه، ما در اسلام تقبیح شده. مباح یک عملی را میگه که اگر انجام میتی گناه نداره، اگر نمیتی ثواب نداره. مثلا کسی میخواد درس بره مدرسه، پیاده میره، دلش در موتر میره، در بایسکل میره، در موتورسیکل میره، این را مباح میگه. یعنی یک قسم است چه قسم میره. یا درس میخونه درش در چوکی میشینه، در روی زمین میشینه، در سر فرش میشینه. پس هر عملی که ما شما انجام میتیم از این 5 بیرون نیست. انسان‌ها را که میبینین در دنیا یا در حالت انجام یک واجب فرض میباشه، یا در حالت انجام مستحب و سنت میباشه، یا در حالت انجام حرام هستن یا مکروه یا مباح. یعنی هیچ عمل ما از این بیرون نیست، کل اعمال ما تنظیم شدگی است. یعنی اگر اعمال خود ما واجبات و مستحبات یا را انجام دادیم، از حرام مکروه اجتناب کردیم، مباح هم بعضی وقت انجام دادیم، پس ما عبادت میکنیم در هر سایه زندگی خود. باز میگه و هن لکل واحد من القلب واللسان والجوارح. باز اینا هر یکشان از برای قلب و زبان و جوارح. یعنی 5 نوع عبادت امی حکم در قلب هم است. بعضی اعمالی است که واجب است انسان از نگاه قلبی عقیده کنه، مستحب، حرام، مکروه. بعضش با توسط زبان میشود، همین 5 قسم. بعضش هم توسط اندام ها. اینا 5 نوع احکام بوده و توسط 3 اعضای بدن ما قلب و لسان انجام. 3 را که ضرب 5 بکنیم 15 می شود. بیشتر گفت که مدارش با 15 قاعده است. خب انشالله که انسان وقتی که عبادت میکند باید تمام از این یعنی انجام بده. باز علامه قرطبی میگه که یک هم نظرش میارد، یکی از علمای بزرگ است، هم امام بود و ابو عبدالله کنیش است، نامش محمد ابن احمد انصاری القرطبی از اندلس بود، صاحب الجامع لاحکام القرآن. بسیار یک در بخش قرآن احکام، جامع الاحکام القرآن از علامه قرطبی بسیار یک تفسیر معتبر و جامع است.
این در مات سنه 670، این در سال 671 وفات کرده، یعنی پیش از شیخ الاسلام ابن تیمیه و حافظ ابن قیم. این عالم قرن 7 است، پیش از اونا وفات کردگی است. این میگه که اصل العبادت التذل والخضوع، اصل عبادت نهایت ذلت و عاجزی است. یعنی کسی عبادت کسی رو بکنه خدا نهایت ذلیل میسازه، عاجز میسازه. و سمیت وظایف شرع المکلفین عبادت، میگه امی وظایف شرع، مسئولیت های شریعت، احکام شرعی را با بالای مکلفین عبادات میگن. چرا؟ لانهم یلتزمون و یفعلون خاضعین متذللین لله تعالی، زیرا مؤمنین که است ای التزام میکنن، پابندی میکنن به مسئولیت های شرعی خدا و انجامش میتن در حالی که عاجز میباشن، ذلیل میباشن برای الله. یعنی خدا کاملا منقاد و تابعدار و فرمان بردار میدانن و انجام میتنیرن. خب اینا معنای آیت چی میشه؟ که الله تعالی خبر میده که انه ما خلق الجن والانس الا لعباد، جنیات انسانا رو پیدا نکرده برای هیچ کار مگر به خاطر عبادت. فهذا هو الحکمت، اینی حکمت در خلقت پیدایش از ایناست. بازی صاحب کتابتان میگه قلت هی الحکمت الشرعیه دینیه، این حکمت شرعی و دینی گفته میشه. یعنی حکمت شرعی دینی امی است که به اینمی خاطر انسان پیدا شده، اینا کی انجام میته کی نمیته او کار خودش است. و اگر کسی عبادات همه انواعش انجام داد مستحق نعمت ها است در دنیا و آخرت، اگر نداد عذاب های سختی متوجهش است که عذاب قبر است، عذاب قیامت است، عذاب آتش است بسیار خطرناک. یک به خاطر امی بیان عبادت که خوب واضح شد بر مومن، نظر ابن کثیر میاره. ابن کثیر قال لماد ابن کثیر و عبادت و طاعت و بفعل المأمور و ترک المحظور. ابن کثیر هم یکی از علمای بسیار بزرگ است، کمی معرفیش است که حافظ بودی، هم حافظ حدیث الناقد، یعنی حدیث صحیح و ضعیفش هم میشناخت. ابوالفدا اسماعیل، ابوالفدا اسماعیل کنیش است، اسماعیل اصل نامش. ابن کثیر البصروی بصروی بود، صاحب التصانیف، بسیار کتابا رو نوشته کرده. مات سنه 774، در سال 774 دنیا رفته. یعنی این هم در دوران شیخ الاسلام و حافظ ابن قیم، یعنی در این دوران ها زندگی میکنه و در سال 774 از دنیا رفتگی. همین تفسیر ابن کثیر که میگم تفسیر قرآن بر روایت کردگی، او بسیار بسیار یک تفسیر معتبر البته دنیا، بسیار عالم کلام است. یا میگه که و عبادت الله چی است؟ هی اطاعت و بفعل المأمور و ترک المحظور. عبادت الله میگه اطاعت و فرمان برداری شد به انجام دادن اوامر الله، چیزی که مأمور شدی امر شدی او را انجام بده، و ترک محظور هر آنچه که منع شدی او را اجتناب. امر الله چیست؟ مأمور، یعنی واجب و فرض، سنت، مستحب یا را انجام بده. ترک محظور حرام، مکروه، گناه را ترک کردن. یعنی سعی کنیم عبادت وقتی که تعریف کردیم کل اسلام شامل شد. تنها نماز نیست، نماز خو یک حکم الله، روزه دیگه حکمش، حج دیگهش. اینال عبادتی را میگه که همه دستورات الله را، همه اوامر الله را انجام بده. هر چیزی که الله منع کرده و نهی کرده از اجتناب کنید. باز میگه و ذلک هو حقیقت دین الاسلام. سعی کنید هر حکم الله را عملی کو، از هر گناه اجتناب کو، از هر ممنوعات. اینی حقیقت دین اسلام است و اینی حقیقت دین اسلام عبادت میگه. چرا؟ لأن معنى الاسلام الاستسلام لله تعالی المتضمن غایت الانقیاد والذل والخضوع. میگه معنای اسلام استسلام است، یعنی تابعداری از برای الله تعالی است، یعنی منقاد شوی برای حکم الله. اسلام چی رو میگه؟ منقاد شدن به حکم الله. حال مسلمان های فینی را ببینی، مسلمان هستی چرا اطاعت نمیکنی؟ تو رسول تو را. این مسلمان ها بنام هستند. یعنی مسلمان این را میگه که به هر حکم الله منقاد، هر حکم الله را به سر و چشم قبول داره. هر حکمی که الله گفته، پیامبرش گفته، به سر و چشم. نگویی که من در فلانه تنظیم هستم، فلانه رهبر، فلانه مذهب. نه، هر حکم الله را به سر و چشم قبول دارم و از هر چیزی که من کرده اجتناب میکنم. اینا تا که قبول نکنی و به این عقیده و باور نباشی، مؤمن شده نمیتونی، مسلمان شده نمیتونی. المتضمن ای تو منقاد باشی که شامل شد غایت الانقیاد، یعنی نهایت فرمان برداری را. حکم الله که میاد باید در بدنت لرزه بیاد،
که ما این عملی کنیم. و ذل و نهایت ذلت و نهایت خضوع یعنی تابعداری و عاجزی را که در برابر حکم الله دیگه سرکشی نکو که یکم تا میگی حکم الله تو نظر ما است و نظر ما صحیح نیست، ما هم نظر داریم، فلانی اینطور گفت فلانی اونطور گفت. گاهی میره گپ یک کافر میره در دموکراسی طور میاد، سکولاریسم اینطور میاد، یا میره گپ یک جاهل میاره فلانه اینطور گفت. الله دیگه ما شما را صحیح بنده خود بگن، صحیح عبادت در وجود ما شما پیدا کنیم. خب این خود تعریفه، یعنی تعریف ها را سعی کنین از شیخ الاسلام عبادت تعریفش آورد، از ابن قیم آورد، از قرطبی آورد، از ابن کثیر در کتابتان، یعنی 4 عالم آورد. شیخ الاسلام چند تعریف ها را معرفی همیشه برتا معرفی هم کردیم. چرا این گپا میگم؟ به خاطر که یعنی مردم به خاطر یعنی هدف عبادت بسیار توحید عبادت مهمه یا توحید الوهیت، این میره درک کنن و این عملی بسازن. وقال ایضا فی تفسیر هذه الآیه، میگه ابن کثیر در تفسیر آیه مفسر هم ماشاءالله بسیار یکی از مفسرین معتبره. چی میگه؟ و معنی الآیه الله خلق الخلق لیعبدوه وحده لا شریک. معنی آیه است که الله مخلوقات پیدا کرده به هدف چی؟ به هدف ازی که عبادت الله را بکنن وحده و به تنهایی، لا شریک له که شریک نداره، کسی را به امرش الله در عبادت شریک نکنن. مثلا استعانت مدد خواستن تنها از الله عبادت است، غیر الله عبادت مدد نخواه. بعضی میگه یا پیر یا غوث یا فلان میرن در مخلوقات، یا حسن یا حسین یا علی، این شرک است. چیزا فقط الله را عبادت بکنن، شریک نداره. فمن اطاع جزاء و اتم الجزاء، کسی که اطاعت الله را بکنه الله را بدله میته، کامل بدله، یعنی متاع خدا میته. و من عصا و عذب و شد العذاب، کسی که نافرمانیش کنه عذاب میته، این سخت عذاب. سعی کنید کسی عبادت الله را نکند، این چی میکنه؟ این نافرمان است، الله سخت عذاب میته. کسی که اطاعت میکنه عبادت میکنه سخت نعمتها، جنتها چیزایی هست در جنت که ندید انسان، حتی در دنیا ببینی در زندگیش برکات میباشه، خیر میباشه. و اخبر انه غیر محتاج الیه، و الله خبر داده که محتاج به اینا نیست. مثل که موسی علیه السلام گفت که الله متعال که اگر تمام روی زمین کافر شد به ما هیچ کدام ضرر نمیرسانه، بدون احتیاج به خاطر عبادت اینا پیدا شدن. بل هم الفقراء فی جمیع احوالهم و خالق و رزق، بلکه مخلوقات که است فقیر هستند، در تمام حالاتش محتاج به الله و الله خالقشان است پیدا که رازقشان. واقعا ما شما در رزق ما به الله محتاج هستیم. اگر الله بارانا را بند کنه از گشنگی میمریم. در نموی بدن ما به الله محتاج هستیم، در ای که الله ما را از مرگ نجات بده، مصیبت به کل حالات به الله محتاج هستیم. مخلوق هیچ چیز نیست. وقال علی بن ابی طالب رضی الله عنه فی الآیه، علی بن ابی طالب رضی الله عنه میگه در آیات میگه که علی بن ابی طالب شما ایرا هم میشناسین که یکی از صحابه جلیل القدر است، خلیفه 4 اسلام است. علی بن ابی طالب و داماد پیامبر صلی الله علیه وسلم، بچه کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم است، شوهر فاطمه رضی الله عنها. این می فرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. چه معنا؟ ابن کثیر از این نقل میکنه، میگه الا لیعبدونی الا لامرهم ان یعبدونی و ادعوهم الی عبادتی، مگر به خاطر ازی که ما امر کنم اینا را که عبادت مرا بکنن، یعنی ما به این خاطر یارو پیدا و دعوت بتم اینا را به عبادت خود. یعنی این قسم تفسیر میکنن و این قسم معنا میکنن. و قال مجاهد شاگرد عبدالله بن عباس است، این میگه که الا لیامرهم و انهاهم، مگر به خاطر پیدا کردیم اینا را، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیامرهم، مگر به این خاطر که امرشان کنم نهیشان کنم، یعنی امر کنم که این کارا را انجام بدین، نهی کنم منع کنم این کارا را انجام ندین. یعنی سعی کنین عبادت اینجا کل اسلام شامل میشه، به خاطر که دستور یعنی نظام مرا که فرایض است و ممنوعات ای را انجام بدن، فرایض و واجبات انجام بدن، مستحبات گناه ها دور شود. به این خاطر پیدا شون کردیم. اختار الزجاج و شیخ الاسلام، میگه شیخ الاسلام و زجاجی را انتخاب کرده که لآمرهم و انهاهم، امر و نهی، به خاطر امر و نهی ما اینا را پیدا کردیم. خب زجاج این را امام لغت است، ابراهیم ابن محمد، نامش ابراهیم است، فرزند محمد، در سال چیز وفات کرد 310 هجری، حال 1443 است، 310 هجری
یعنی 1100 سال پیش. و خب شیخ الاسلام قبلا تعریف کردیم که کی بود، معرفی کردیم. قال و يدل على هذا قول يحسب الانسان يدرك سدى، میگه دلالت میکند به این. ابن کثیر میگه که این قول الله تعالی یحسب الانسان ان يدرك سدى، ای انسان گمان میکنه که باقی بانه سدن مهمل. سدن چی معنا؟ سدن در چی میانی؟ در سورة قیامت میاد، آیت 36 شماره سوره 75 است. یحسب الانسان ان يدرك سدى، در سدا چی معنا؟ قال شافعی، امام شافعی میگه ای لا یؤمر ولا ینهی، یعنی انسان فکر میکنه که در دنیا پیدا میشه باز باقی میمونه که مأمور نمی باشه و نهی نمیشه، یعنی امر و نهی نمیشه، مسئولیت نداره، مکلفیت نداره. نه، مثل که بعضی بیدینا میگفتن که من مجبور نیستم، مکلف نیستم که چی بخورم، حلال باشه یا حرام. نه، این حیوان است که حلال حرام نمیفهمه، تو انسان هستی. یعنی انسان مهمل پیدا نشده، انسان بی مسئولیت پیدا نشده، انسان به دل خود پیدا نشده که هر چی که دلش شود بکنه، بلکه برای انجام مأموریت ها پیدا شده، مأموریت داره و مسئولیت داره و بر اجتناب از منهیات پیدا شده است. امام شافعی کی است؟ یک کمی معرفیش است. یا امام مذهب شافعی که میگیم نه، محمد نامش، ابن ادریس نام پدرش بود، ادریس الشافعی. شافعی منصوب به سوی شافعی است. ولد به غزه، از تولدش در غزه شده. غزه یعنی از مکانهای جای فلسطین است، یکی از ولایت‌های فلسطین. در غزه که حال مرکز شد. و طاف البلاد، این شهرها گشت در طلب علم، بسیار علم طلب کرد. با در مصر آمد تا اینکه در سال 204 هجری وفات کردگی است. تولدش هم میگن که 150 بوده، یعنی 250 تولد شده است و در 204 وفات کردگی. بسیار عالم کلان و امام مجتهد در مذهب شافعی. بسیار کشورها در مذهب شافعی هستند مسلمان ها. خب اگر که مذهب گرایی در اسلام نیست که تنها نظر یک عالم قبول کن، حال معمول مردم هم میتونه کرد، اما خود امام شافعی ثقه بود، عالم کلان بود، محدث بود، مفسر بود. وقال في القرآن في غیر موضع، و الله در قرآن میده بسیار جا غیر موضع، یعنی بسیار مکانهای زیاد میگه که یا ایها الناس اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم اعبدوا، ای مردم عبادت کنید ربتان. به عبادت الله امر میکنه. در آیت 20 سوره بقره که ببینید، در سوره نساء اتقوا ربکم یا ایها الناس، بترسین از ربتان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. اتقوا چی معنی؟ یعنی هر آنچه که ما امر کردیم او را انجام بدین الله، چیزی که الله منع کرده منع شوید، عبادت کنین، از دستورات الله را عملی کنید، گناه دور شوید، از ممنوعات دور شوید. فقد امرهم بما خلقوا له، امر کرده الله اینا رو با آن چیزی که پیدا شدن. به خاطر چه پیدا شدن؟ به خاطر عبادت، به خاطر تطبیق نظام الله در زندگی خود دیگران، به خاطر از اینکه امر و نهی الله را عملی کنند. و ارسل رسول بذلک، انبیاء علیه السلام به می خاطر فرستاده شد. این باز میگه داخل میگه که و هذا المعنى هو الذي قصد بالآیات قطعی، این معنی است که قصد شده از جانب الله با آیات قطعی. این معنیش و هو الذي يفهم جماهیر المسلمین و يحتجون بالآیات، این چیزی است که میگه تمام مسلمان ها به این فهم کردن، یعنی صحابه و مفسرین استدلال میکنن به این آیات. به این میگه یعنی عبادت تنها نماز روزه نه. اگه تو میگه الله میگه ما شما را بر عبادت پایین تنها نماز خوانده بریم روزه خیلی کار نکنیم، دین اسلام چقدر سخت گفته و جاهل بدبخت حال فهمیدی که این اگه تو بیدیناست نه اعتراف میکنه که عبادت با معنی چیست؟ تمام دستورات الله را انجام بده، از هر گناه دور شو. اینی را عبادت گفته میشه. نماز یک بخشش است، یک بخشش است. روزه یک بخشش است. حج و زکات یک بخشش است. الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنین داخل شین در اسلام با پذیرفتن عمل کردن کل اسلام عملی کن. و بعد از این باز میفرماید که قال فی هذه الآیه تشبه قوله تعالی، یاد میگه مشابه است این قول الله تعالی را و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. صحیح کنید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اینجا محاصره و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن. ما الله میگه ما نفرستادیم هیچ پیامبری را
از پیامبران که 124 است، الا لیطاع، مگر به خاطر از که اطاعت از او شود، از پیامبر فرمان برداری شود، به اذن الله، با حکم الله و دستور الله و فرمان الله اطاعت شود. سورة نساء آیت 64. خب سورة نساء آیت 4 است، 64 خود آیت است. شماری سورت 4: بقره، فاتحه، بقره، آل عمران و نساء. چون الله میگه هر پیامبر به می خاطر به این هدف فرستاده شد که اطاعت شود، اما بعضی اطاعت کرد، بعضی نکرد، بعضی کافر شد، بعضی ایمان، بعضی قبول کرد تابعداری پیامبر کرد، بعضی نکرد. یعنی میاد در مسلمان ها ببینیم بسیار کسا سنت های پیامبر صلی قبول نه، حتی از سنت منکره، از حدیثش منکره، پیامبر قبول ندارن، بعضی هم کافر شدگیست. ثم قد یطاع، قد بعد از این گاهی اطاعتش میشه، گاهی نمیشود، فرمان برداریش میشود. و كذلك خلقم الا لعبادت، ما خلقم الا لعبادت. همین قسم الله اینا را پیدا نکرده، انسان ها را، مگر به خاطر عبادت خود. ثم قد یعبدون و قد لا یعبدون. بعد از این باز گاهی عبادت میکنن، گاهی نمیکنن. بعض انسان ها عبادت میکنن، بعضی نمیکنن. اینا اونجا یعنی هدف آیت این نیست که الله اراده کرده که انسان ها فقط بر عبادت پیدا شد، بعد دیگه چیز نه، دستور هم صادر کرده باشه. اگر او الله حکم تکوینی میکرد که فقط عبادت ما کنید، دیگه کسی گناه نمیتونست. یعنی اونجا الله به هدف عبادت انسان پیدا کرد، باز اختیارش داد که چی میکنه عبادت یا نمیکنه. و هو سبحانه لم يقل انه فعل اولا و هو خلقهم لیفعل بهم كلهم الثانیه. می الله تعالی نگفته ایست که اگه ای اول انجام داد، انه فعل الاول، یعنی اگه الله اول کار انجام داد که خلقت است، و هو خلقهم لیفعل بهم كلهم الثانیه، به خاطر از این که هر یکی از یا دوم هم عمل بکنن، به این خاطر که عبادتش است. یعنی الله اینطور نگفته ایست که من انسان عبادت پیدا میکنم تا که مرا عبادت بکنن و دیگه هیچ کار نکنن، کلشان این کار بکنن. نه، این گپ نگفته. اگه این گپ الله اراده میکرد دوایت، باز کسی اراده تکوینی میکرد، گناه کرده نمیتونست. بلکه سعی کنین و هو سبحانه لم يقل انه فعل الاول و هو خلقهم لیفعل بهم كلهم الثانیه و هو عبادته. الله تعالی میگه نگفته که اول کار کرد، یعنی خلقت است که خلق و پیدایشان است، پیدایش انسان است، تا که یا انجام بتن کلشان دوم کاره که عبادت است. سکن دیات یکی خلقت است یکی عبادت. الله نگفته که من انسان ها را خلق میکنم تا که فقط دوم انجام بتن دیگه کار کردن نتونن. ولكن ذكر انه فعل اولا لیفعلهم الثانیه. الله یاد کرده است که اینا الله اول کار کرد که پیدایش انسانات، خلقت انسانات، تا که اینا دوم کار انجام بتن. به این خاطر کرد و به این خاطر الله یارو پیدا کرده. فیکونوا هم الفاعلین، یا خودشان انجام دهنده هستند این دوم کاره، بعضی میتن بعضی نمیتن. فیحصل لهم بفعله سعادتهم، پس حاصل میشود برای از اینا به فعل از اینا خودشان اگر انجام بتن عبادت سعادتشان. و یحصل ما یحب و رضاه منه و لهم، و حاصل میشود آن چیزی که الله دوست داره و راضی میشود از او و از اینا راضی میشود. یعنی انسان ها را اختیار داده است. هدف اینمی است که انسان ها را چی داده؟ اختیار داده، عبادت میکنن یا نمیکنن. این گپا را به این خاطر میگه که بعضی ها فکر میکنه که یعنی الله ما را فقط بر عبادت پیدا کرد، حکم کرد. چرا با بعضی گناه کردگی است؟ الله پیدا کرد بر عبادت، یعنی اختیار دادگی است. این تو نگفته که الله از آیت که ما فقط بر عبادت پیدا کردیم کل عبادت کنیم دیگه کار نکنم. نه، الله میگه ما به هدف عبادت پیدا کردم اینا را، توحید در عبادت. اما یا بعضش گناه میکنن بعضی نمیکنن، اختیار داده میشه. و یشهد الله هذا المعنى ما تواترت به الاحادیث، میگه شاهدی میتبینی معنا آن چیزایی که احادیثی که متواتر است، یعنی بیخی به حد یقینی رسیده است. حدیث تواتری را میگه که در ثبوت از شک نباشد. و او باز در بخش حدیثی را میخوانیم. فمنها از جمله یک حدیث میارم، مثلا از این جمله یک حدیث براتون میگم که چی است؟ ما اخرجه مسلم، آن حدیثی است که امام مسلم او را نقل کرده است در کتاب خود آورده فی صحیح، در صحیح خود، بعد از کتاب صحیح بخاری کتاب ما مسلمانان چی است؟ صحیح مسلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم یقول الله تعالی
لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. حسب قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وألا يشرك بشيء، فخالف ما أراده الله منه فاشرك بغيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. سيكون درين جايك دليل دیگر میاره، میگه حدیث صحیح امام مسلم. اول مسلم هم صحیح امام مسلم کمی بشناسین کی است. این امام مسلمان هست، یعنی مقتدا حافظ بود، بسیار حدیث ثقه، یعنی در گپش که نقل میکنه معتمد است. مسلم نامش است ابن حجاج، نام پدرش حجاج قشیری، نیشاپور بود، نیشاپور دمی سای خراسان، صاحب الصحیح، صاحب صحیح توفا سنه 260. در 261 هجری قمری وفات کرده، یعنی 12 سال پیش وفات کرده تقریبا. یعنی عالم قرن چی است؟ قرن 3 است، قرن 3 اسلام. هی در صحیح خود از انس و شاگرد امام بخاری هم است. در صحیح خود از انس بن مالک رضی الله عنه. انس بن مالک یک صحابی بسیار جلیل القدر است که انصاری از انصار مدینه بود، خادم رسول الله صلی الله علیه و بود. 10 سال خدمت کرده. در سال 93 یا 91 هجری از جمله صحابه در قرن اولی زندگی میکرد. از اون نقل میکنه که از رسول الله صلی الله علیه و میگه که الله متعال میگه کسی را که داتش میخواه پرته یا داتش انداخته میگوید لیهون اهل النار، امو کسی که خفیفترین عذاب است داتش یا عذابش بسیار کم است. بعد میگه ابو طالب و غیره و نمور الله برش میگه. خب میگه اگر تو این عذاب که برش میته و میبینه یا شدت عذاب که هنوز نرفته میبینه، الله برش میگه لو کانت لک الدنیا، اگر برای تو کل دنیا باشه، امیال ما شما به خاطر دنیا سا که چی گناهی نیست میکنیم. میگه اگر کل دنیا را ما برای تو بتم و مافیان چی که در دنیا طلا، نقره، زمرد، پاچایی، حکومتش کلش مطلق برای تو و مثل ما و به اندازه دنیا دیگه هم بتم، یک دنیای دیگه هم برای دو اندازه دنیا را برای بتم. همی جهنمی را الله میگه کسی که داتش میره چی میگه برش؟ میگه کنت مفتدیم بیا، آیا تو ایره فدیه میتی، یعنی در عوض جرمانه میتی که خدا خلاص کنی دو قدر دنیا را، یا دنیا را نگاه میکنی به خودت این به خاطر نجاتت از عذاب آتش کنی چقدر سخت. اللهم اجرنا من النار، اللهم و شما را از آتش جهنم نجات بده. میگه آیا اینمی دو قدر دنیا را با پاچایی و همش به خاطر نجاتت میتی؟ حالا در دنیا بعضی پاچه هاست که بگه کشته میشه سرش حمله میشه، میگه تا آخری قطره حیات میجنگم. نه سعی کنین که از جان خود تیر است، از دنیا نه، به خاطر که عذاب سخت ندیده. عذاب آتشی که سخت است. میگه دو قدر دنیا پاچایی برای توست کله یه ایتانا در خدمتت باشه 8 میلیارد انسان، آیا میاره ایواز میتی که از آتش نجات پیدا کنی؟ میگه فیقولی جهنمی، میگه نعم بله. این دوزخی یا جهنمی میگه بله بله میتم یا الله، قدر سخت است عذاب. الله نجات بده ما شما از عذاب آتش. کنین عذاب آتش در نتیجه چی میگه؟ عدم عبادت، که عبادت نمیکنی. بعضی بسیار فامیدام است یک نماز خود صحیح نمیخوانه و آتش میری توبه بکو. بعد از او فیقول میگه الله بر ازی خو قد اردت منک اهون من هذا، میگه من از تو کمتر از این را خواسته بودم، بسیار چیز ناچیز. انت فی صلب آدم، تو در پشت آدم علیه السلام بودی. یعنی همون روزی که و اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، روز الست بربکم که میگن نه، تو در پشت آدم علیه السلام بودی که الله تشرک، که تو شریک نکنی به من، و از تو تعهدم گرفتم و دعوه قبول کردی در دنیا شرک نکو، یعنی کسی را در عبادت شریک نکو، عبادت غیر الله را نکو، زنده باد مرده باد نگو، مخلوق اطاعت نکو. ولی تو میگه در دنیا آمدی شرک کردی، غیر الله را عبادت کرد، مخلوق اطاعت کردی. که یک نوع شرک با شرک گپ میزنی، میاد که مخلوق اطاعت میکنی مطلقا، این شرک است. هر چیزی که فلانی خان گفت، فلانه تنظیم گفت، فلانه امام گفت، این شرک است. شرک میگه ما گفته بودیم که شرک نکنی، دیگه در عبادت سجده به غیر الله، مثل که
صوفیا برای پیرای خدا سجده میکنن. سجده به مخلوق نکنی، رکوع به مخلوق نکنی، حاجت روا و مشکل کشا دیگه کسی نگویی. اما تو چی میگه؟ فابیت الا شرک، تو انکار کردی مگر شرک. احسبو قال، ایجا راوی میگه که من گمان میکنم که ایگه پا گفت ولا ادخلک النار، و ما تو را دا آتش داخل نمیکنم. میگه ما برات گفته بودم که شرک نکن، دا آتش نروی. تو انکار کردی، مگر شرک کردی، مخلوق سجده کردی، رکوع کردی، عبادت کردی، زنده باد مرده باد گفتی، گاهی دموکراسی گفتی، گاهی ای گفتی، کفریات شعار دادی. سعی کنین فهذا المشرک قد خالف ما اراد الله تعالی منه. میگه من الله برش میگه قد اردت، من تو اراده کردم که شرک نکنم. تو این مشرک می مخالفت کرد آن چیزی که الله اراده کرده بود من توحیده، که الله را به یگانگیش عبادت و الله اشرک بشه و کسی را با امر الله شریک نکنه در عبادت. این چی کرد؟ فخالف ما اراد الله منه فاشرک بغیره، مخالفت کرد آن چیزی که الله از این اراده کرده بود، شریک کرد با الله غیرش. و هذه الاراده الشرعیه الدینیه، کما این میگه اراده شرعی دینیه گفته میشه. اراده شرعی دینیه چی را گفته میشه؟ این را گفته میشه که دو اختیار داری. یکی اراده کونیه است یا اراده قدریه، تقدیر است. الله اگر نگاه دستور اراده کنه چیزی که همون تو شو میشه، با دو اختیار نیست، اینجا کسی اختیار نداره. مثلا دو نوع اراده الله داره، یکی اراده شرعی است دو اختیار داره، یکی اراده کونی است دو انسان اختیار نداره. مثلا آسمان و زمین چه قسم پیدا؟ آسمان و زمین بدل خود نبودن، کوار رو ببینید. و ما انسان ها را، ما شما را با می چهره و صورت، چشمان و بینی و قد و قواره که خلق کرده به دل خود ما نبوده و اختیارم نداریم فعلا. اگر ما شما بعد اراده خود میبریم، نخواد اینقدر قدی که داریم ایره به این راضی میوید، چشمایی که داریم، گوشی که داریم و قدای بلند فرمایش میدادیم، بدن قوی را چشمای کلان فرمایش، رنگ های بسیار زیبا را فرمایش میدادیم. اما سعی کنید جای ما حتی به اختیار ما نیست. بعضی را در افغانستان پیدا کرد، بعضی را در فلان ولایت، بعضی را در پاکستان، بعضی را در عربستان، بعضی را در امریکا. این به اختیار ما نیست. اگر جایان به اراده ما می بود، شاید افغانستانی ها یکیش افغانستان انتخاب نمی کردن، میگفتن نه اوجا جنگ است، ما را اینجا پیدا نکنی، الله یک جای دیگه پیدا کن. دیندارش خواد میگفت ما را در عربستان پیدا کن، در مکه و مدینه عبادت کنیم. هر کس یک جای دیگر انتخاب میکرد. اما سعی کنیم این اراده کونیه و اراده شرعی را بفهمیم. بین الاراده الشرعیه دینیه و اراده کونیه قدریه عموم و خصوص مطلق. در بین اراده شرعی دینیه و اراده کونیه قدریه، که در اراده کونیه قدریه انسان اختیار نداره، اراده شرعی دینیه که انسان اختیار داره، عموم و خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق را میگه که در یک جای جمع میشه، در دیگر جای جدا میشه. مثلا در کجا جمع میشه؟ میگه اجتماعان فی حق المخلص المطیع، در حقی که مخلص باشه اطاعت الله را کنه جمع میشه. یعنی الله اراده کرد از انسان مخلص مطیع، هم اراده کونیه کردگیش که اطاعت الله را کنه و هم شرعیه، یعنی اطاعت کرد، فرمان برداری کرد. و تنفرد الاراده کونیه قدریه فی حق العاصی، اراده کونیه میگه جدا میشه در حق عاصی. مثلا الله از عاصی گناهگار اراده شرعی دینی کرد که گناه نکن، اما اراده کونیه نکرده بود. اگر میکرد بود نمیتونست گناه کنه. اینجا اراده کونیه نیست، اما اراده شرعیه وجود داره. میگه فهم ذالک را بفهم تنجا من جهالات ارباب کلامتان، از میگه نجات میافی از جهلهای صاحبای کلام و تابعیشان، کسایی که در این بخش گپ میزنن اراده کونیه و قدریه و بسیار چیزایی میگه مختلف گفتن. پس یعنی این را جواب میده که در اینجا ما خلقت الجن والانس، الله میگه که ما پیدا نکردیم جنیات انسان ها را، الله اراده کرد از انسان ها جنیات چی را؟ عبادت را. این کدام اراده؟ اراده شرعی، نه اراده کونی. اگر اراده کونی و قدری می بود انسان گناه کردن نمیتونه. پس الله متعال ما شما رو توفیق بده. یک ذره درس ما زیاد شد، یعنی یک آیت دیگه هم است که و قولی ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یه دوستا بسیار مهم است که عبادت الله اجتناب طاغوت هم بشناسیم. طاغوت کیه؟ انسان در کدام حالت مشرک میشه و اینی گپا را بعدا میخوانیم. الله ما شما
توفیق بده که با قلب خود فقط الله را عبادت کنیم، اعمال قلب، با زبان خود، با اندامهای خود و منقاد حکم الله و رسولش باشیم. اینمی کامیابی است و اینمی هدف الله ما را پیدا کرده و اینمی سبب راحت و آرامش امنیت دنیا و آخرت ما شما میشه. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه.